ترجمه و تفسیر سوره مبارکه کهف از آیت 1 تا آیت 26 با اجرای استاد تفسیر و حدیث دارالعلوم زاهدان مولانا عبدالغنی بدری تقدیم می‌گردد. شبکه توحیدی ایمان زلال تقدیم می‌کند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آله كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك لنا. سوره مبارکه کهف هست. سوره کهف از سوره های مکی قرآن مجید هست. از نظر ترتیب 69مین سوره هست که بر آن حضرت صلی الله علیه و سلم نازل شد. مناسبت این سوره با سوره گذشته این هست که در سوره گذشته، در سوره بنی اسرائیل، در ارتباط با معجزات که اونها معجزات را مطالبه می کردند پاسخ داده شد. الله تعالی بعضی از معجزات را بیان فرمودند. یکی از معجزات اسراء و معراج بود و معجزه بزرگتر و مهمتر قرآن بود که در سوره بنی اسرائیل درباره قرآن و فضیلت قرآن و تحدی و به مبارزه طلبیدن برای اینکه مقابله بکنم با قرآن آیات زیادی خواندیم. اما الان در سوره کهف بعضی از شبهات اونها و اشکالات اونها پاسخ داده میشه، جواب داده میشه، تا اینکه هیچ جای شبهه و هیچ جای شک باقی نماند. مشرکین همواره شبهاتی را وارد می کردند. یکی از سردمداران مشرکین به نام نضر ابن حارث همیشه می گفت این قرآن داستان بیان میکنه، افسانه بیان میکنه، من هم در مقابل این قرآن داستان بیان میکنم. لذا نضر ابن حارث داستانهایی از فارس و روم آن زمان، داستانها و افسانه‌های قدیمی را در مقابل قصص قرآن بیان میکرد که قصص قرآن، شما داستان زیاد خواندید در قرآن، همهش از اول تا آخر عبرتند، موعظه هستند، درس هستند، پند هستند. اما اون داستانهایی که اونها بیان میکردند همه داستانهای پوچ و واهی
داستانهایی که هیچ نفعی و هیچ خیری در اون داستانها نبود. لذا وقتی که از این طریق موفق نشدند، مجبور شدند به روش دیگری متوسل بشند، به راه دیگری متوسل بشند. لذا چند نفر از سران قریش، از بزرگان قریش، یکی همین نضر ابن حارث بود، یکی عقبه ابن ابی معیط بود و چند تا دیگه از سرداران از مکه سفر کردن، رفتن به مدینه، پیش یهودی ها رفتند. با یهودی ها گفتن که روز به روز مسئله اسلام داره به پیش میره، روز به روز تعداد مسلمانان بیشتر میشه، روز به روز افراد بیشتری از قرآن متأثر میشند. ما چیکار کنیم که جلوی اینها را بگیریم؟ او گفت که سوالاتی هستند که این سوالات را هیچ کسی نمیتونه جواب بده. اگر ایشون جواب دادن پیغمبر خداست، اما اگر جواب نداد که قطعا جواب نمیده، معلوم میشه که از خود میبافه و درست میکنه. چند تا سوال بودند. یکی از اون سوالات درباره روح که در سوره بنی اسرائیل شما خواندید که روح چیه، حقیقت روح چیه. همونطوری که اونجا عرض کردم حقیقت روح را بغیر از خدا هیچ که نمیدونه. اگر کسی جواب داد که روح حقیقتش چیه فلان، پس معلوم میشه از خود میگه، و الا خدا به کسی نگفته. پس وقتی که از رسول الله پرسیدن، قرآن جواب داد قل الروح من امر ربی، روح امر رب من هست، یعنی جوابی دیگه نداد. سوال دوم گفتن بپرسید که اون جوانانی که رفتند به غار پناه بردند، این جوانان چند سال اونجا در غار بودند و چند سال در غار خوابیدند. این یک جریان گمنامی بود که کسی خبر نداشت. خب اگر ایشون جواب داد قطعا پیغمبر خداست، حتما خدا برایش جواب داده. و سومین سوال درباره اون کسی که از مشرق و تا مغرب همه دنیا را فتح کرد و بر همه دنیا حکومت کرد، اون کیه و کجا رفت، چه فتوحاتی داشت؟ درباره اون فرد بپرسید. وقتی که این سوالات را مطرح کردند، گرچه با تأخیر شد، اما این سوره مبارکه نازل شد، سوره مبارکه کهف. در سوره مبارکه کهف الله عزوجل جواب دادند. بس این جواب مشرکین بود. جواب وقتی که درست بود، اونها هم متوجه شدن، یهودی ها دیگه سکوت کردن، به جای اینکه ایمان بیاورن متاسفانه ایمان نیاوردن، چون تعصب وقتی که بیاد انسان واقعیت را بفهمد هم ایمان نمیاره. اما یک سری اشکالات دیگری هم هست که همه اون اشکالات در این سوره جواب داده شدن. اشکالات از بعد توحید، این سوالات که عرض کردم از بعد رسالت و حقانیت پیامبری رسول الله بود. اما اشکالاتی که از بعد توحید بود این بود که شما میگید بغیر از خدا هیچ کسی قدرت خدایی نداره، در حالی که این 7 نفر اولیاء خدا بودند، دوستان خدا بودند، اولیاء الله بودند. اینها 300 سال خوابیدند تو غار. معلوم میشه که اینها بشر نبودند، فوق بشر بودند. اینها قدرت خدایی داشتند. به همین خاطر مشرکین مکه گاهی که خیراتی نظر نیازی میکردند، 7 نان روغنی درست میکردند، میپختند، به نام 7 نفر غار، 7 جوانی که در غار بودند، به نام اونها نظر و نیاز میکردند. و
سؤال دیگر و اشکال دیگر این بود که حضرت خضر وقتی که موسی با او همراه شد پیشاپیش میدانست که چه خبر است، این کشتی را چرا شکست میدونست جلوتر ایست بازرسی هست، بچه را چرا کشت میدونست آیندهش چی میشه. پس خضر علم غیب داره. این یکی از صفات خدای تعالی است. در این سوره خدای تعالی جواب داد. و دیگه این که ذوالقرنین که از مشرق تا مغرب تمام جهان را فتح کرد و بر تمام جهان حکومت کرد و این قدرتش قدرت در حد و بساط انسان نبود، بالاتر از قدرت انسان بود. معلوم میشه که قدرت خدایی داشت. الله تعالی اینجا جواب میده که ما هر چیزی را به ذوالقرنین دادیم و آتیناه من کل شیء سببا. علی ای حال این جواب ها را همونجا میخوانیم. خلاصه این سوالات اینه که خیلی چیزها هستن که قدرتشون فوق قدرت بشر است. الله تعالی جواب میده که اگر کسی کرامتی داشته باشه، معجزه‌ای داشته باشه، چنین حرکتی داشته باشه، ماییم که به او میدهیم، اون خودش در وجود خودش ذاتاً چیزی ندارد. لذا این شبهات در سوره مبارکه کهف پاسخ داده می شوند. اما آغاز میشه سوره با کلمه الحمدلله. این بخش سوم قرآن مجید است. ربط دیگر اینه که قبلا ما خواندیم حضرت شیخ حسین علی رحمه الله به نقل از امام ربانی و امام ربانی به نقل از سیدنا علی میگویند که قرآن مجید 4 بخش است. بخش اولش عرض کنم که خالقیت هست که ما در بخش از الحمدلله رب العالمین از سوره فاتحه شروع میشه و در بخش دوم که از سوره انعام شروع میشه بحث ربوبیت است. همونطور که خالق الله هست، رب هم الله است، شما را پرورش دهنده هم الله عزوجل است. و از بخش سوم از سوره کهف شروع میشه تا سوره سبا که در این بخش بیان میشه که تدبیر و تصرف هم به دست خداست. مالکیت یعنی پادشاه مطلق الله است، متصرف الله است، مدیریت تمام این جهان به دست خداست. مدیریت جهان به دست کسی دیگه نیست. بعضی ادعا میکنن نیست، به دست الله عزوجل هست. الله فقط مدیر هست، مدبر هست، متصرف هست، مختار هست. این در این بخش بیشتر خوانده میشه تا سوره سبا آغاز میشه با الحمدلله. الحمدلله الذي انزل على عبده الكتاب. تمام مدح و ثنا، تمام تعریف و اون صفاتی که مخصوص الوهیت هستند، اون صفات جمع شدن در الله، اختصاص به الله دارند. الذي انزل على عبده الكتاب، اون اللهی که بر بنده خاصش محمد صلی الله علیه و سلم کتاب را نازل فرمود، قرآن را بر محمد نازل فرمود. رسول الله صلی الله علیه و سلم بالاترین رتبه را در میان خلائق خدا دارد. از همه انسانها، جنات، انبیا، فرشتگان، از همه بالاتر است. اما صفتش عبد خداست. اشهد ان محمدا عبده و رسول. اینجا هم الله میفرماید نازل کرد کتاب را بر بنده اش. ولم یجعل له عوجا، و در این کتاب هیچ نوع کجی قرار نداد، نه لفظی نه معنوی، شفاف، واضح و مطالبش روشن هست. قیما، چنان کتابی هست که مضبوطه، محکم هست، یعنی قابل نسخ نیست، قابل تغییر نیست. لینذر بأسا شدیدا من لدن و یبشر المؤمنین. ببینید وظیفه رسول الله به وسیله قرآن 2 چیز است. یکی انذار، بیم دادن، ترسوندن کسانی که قرآن را قبول نمی کنند، کسانی که
مطالب قرآن را قبول نمی کنند. اونها را می ترساند هم از عذاب در دنیا هم از عذاب در آخرت. و کسانی که مثل شما مؤمنین ایمان می آورند اونها را بشارت میده، اونها را خوشخبری میده. اما تنها ایمان کافی نیست، کسانی که ایمان می آورند و به دنبال ایمان عمل صالح انجام میدن. الله می فرماید لینذر بأسا شدیدا من لدن، تا که بترساند از جنگ شدید یا از عذاب شدیدی که من لدنه از جانب الله است، منکرین را بترساند. و یبشر المؤمنین، و خوشخبری بده مؤمنین را، الذین یعملون الصالحات، آن مؤمنین که عمل صالح انجام میدهند آنها را خوشخبری بده به اینکه ان لهم اجرا حسنا، اینکه برای آنان اجر حسن هست، پاداش بسیار نیک هست. این اجر حسن و پاداش نیک هم رضایت خداوند است و هم بهشت خداوند. خدا نصیب بگرداند. مؤمنین را به این اجر نیکو خوشخبری میدهد. چند سال بنا است در اون اجر بمانند، در اون بهشتی که قرار است؟ 4 سال است، 10 سال است، دورش چند ساله است؟ الله می فرماید ماکثین فیه ابدا، ماندگار هستند، میمانند در اون اجر حسن، در اون بهشت به صورت ابد میمانند، به صورت همیشه در اون میمانند. و ینذر الذین قالوا اتخذ الله ولدا، و بعد گفتیم که بترساند از عذاب خدا. کی را بترساند؟ مشرکین را بترساند. اونهایی که میگن خدا فرزند دارد، اونهایی که میگن خدا نائب دارد، اونهایی که میگن خدا برای خودش ولی عهد گرفته، برای خودش جانشین گرفته. و ینذر الذین، بترساند آنهایی را که قالوا، گفتند اتخذ الله ولدا، الله بعضی از مخلوقات را به عنوان فرزند انتخاب کرده، مثل عیسی، مثل عزیر، مثل دیگران. فرزند چرا؟ به خاطر اینکه نائب خدا بشند. این کسی که این حرف را میزنه اون بیچاره جاهل است. الله میفرماید ما لهم به من علم، در این چیز برای اونها هیچ علم و دانشی نیست. از روی نادانی حرف میزنن، از روی جهل حرف میزنن، نه خودشون نسبت به این علم دارن ولا لآبائهم، و نه برای پدرانشان علمی هست. یعنی هم پدر جاهل، هم جد جاهل، هم خود پسر جاهل، که اینها برای خدا چنین نسبت‌های ناروایی را نسبت میدهند. کبرت کلمتا تخرج من افواههم، الله میفرماید سنگین است این کلمه که از دهانشون خارج میشه. همین که برای خدا پسر یا دختر یا نائب تعیین میکنه، این کلمه سنگینی هست. سنگینی این کلمه را خودشون نمیدانند، خودشون پی نبردند. این یقولون الا کذبا، علاوه از این که سنگین است اینها نمیگویند مگر دروغ میگویند. این دروغی که دارن به خدا نسبت میدن. خدای عزوجل لم یلد و لم یولد هست، نه فرزند از او متولد شده و نه خداوند از کسی متولد شده. و خدای عزوجل الله الصمد هست، بی نیاز هست، نیازی نداره نائب بگیرد برای خودش. پادشاهان نیاز دارن، نیاز به وزیر داره، نیاز به وزرا در قسمت‌های مختلف داره، در بخش‌های مختلف، در بخش اقتصاد، در بخش بازرگانی، در بخش کشاورزی، در بخش ورزش، در بخش عرض کنم هر بخشی، درمان، بهداشت. ولی خدای عزوجل هیچ نیازی به نائب نداره. الله بی نیاز است. چرا خدا را مقایسه میکنی با پادشاهی؟ پادشاهی که سر تا پا محتاجه، سر تا پا جهله، نمیدانه. الله تعالی هم قدرت داره، هم علم داره، هم نیاز نداره. لذا این یقولون الا کذبا، اینها نمیگویند به زبانشون، به دهانشون، مگر دروغ را جاری میکنند. الله بی نیاز است. فلعلک باخع نفسک على آثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا. الله تعالی
اینجا کلمه ترحم بر پیامبرش بیان میکنه. این لعلک برای ترجی نیست، برای شفقت است. کلمه مهربانی هست، کلمه شفقت است از خدای عزوجل. عنایت داشته باشید که رسول الله صلی الله علیه و سلم یکی از اون انسانهای دلسوز بود که مثل ایشون دلسوز و خیرخواه پیدا نشده. اینقدر حریص بود که مردم ایمان بیاورند، اینقدر دلش میخواست که مسلمانان بیشتر بشن. این سرداران که ایمان نمی آوردن، آن حضرت حرص میخورد، آن حضرت تلاش میکرد، کوشش میکرد. الله تعالی را اینجا ترحم میآید بر پیامبرش، میگه ای پیامبر من، شما خودت را به هلاکت میدی، به کشتن میدی. به تعبیر ما شما خودت را از بین میبری، از بین بردی به خاطر اینکه اینها ایمان نمی آورند. چرا؟ تو جوش نزن، تو ناراحت نباش، تو فقط تبلیغت را بکن. هر کسی ایمان میارد ایمان بیارد، هر کسی نمیارد بذار. تو خودت را نگران نکن، تو خودت را از بین نبر. معلوم میشه که خیلی بر آن حضرت سخت بود. مریض میشد رسول الله، غمگین میشد، شب و روزش تلخ میشد. الله میفرماید فلعلک باخع نفسک علی آثارهم، شما خودت را به هلاکت میدی، نفست را به کشتن و به از بین بردن میدی. علی آثارهم، پشت سر این مشرکان. ان لم یؤمنوا، اگر اینها ایمان نیاورند، اینها که ایمان نیاورند به هذا الحدیث، به این سخن، به قرآن ایمان نمیآورند، شما خودت را هلاک میکنی. اسفا، از روی تأسف، از بس که حسرت میخوری، تأسف میخوری، خودت را میخوای از بین ببری. نگران نباش، ناراحت نباش، بذار اونها را به حال خود. معلوم میشه که رسول الله صلی الله علیه وسلم خیلی جوش میزد در باره پیامبر، در باره سیما و چهره رسول الله. در حدیث وقتی که تعریف میکنند، در حدیث میاد که کان صلی الله علیه و سلم متواصل الاحزان. احزان جمع حزن است، یعنی پیاپی غم بر چهره آن حضرت نمایان بود. همهش مغموم، همهش پریشان، همهش نگران. از چی پریشان بود؟ از اینکه مردم ایمان نمی آورند، از اینکه مردم دعوت حق را لبیک نمیگویند، از اینکه مردم دارن با این انکار و کفرشون به سوی جهنم میروند. عزیزان، اگر ما امت راستین آن حضرت صلی الله علیه و سلم باشیم، باید این احساس و این درد در وجود ما باشد. وقتی میبینیم انسانها به سمت گمراهی میروند، انسانها به سمت هلاکت میروند، ما باید آرامش داشته نباشیم. ما باید راحت نخوابیم، راحت نگیریم و به تفریحات و لذات خودمون مشغول نباشیم. کار کنیم، فعالیت کنیم، تلاش کنیم، با زبانمون، با تشکیل شدن، حتی از طریق این فضای مجازی، با مال، به هر صورتی شده کمک کنیم تا مردم بیان به سوی ایمان. الله تعالی ببین چطور از پیغمبرش ذکر میکنه که شما میخوایی خودت را نابود کنی. در آیه دیگه است لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، تو خودت را از بین بردی به خاطر اینکه اینا ایمان نمی آورند. چرا؟ شما بذار اینا را، فقط وظیفه خودت را انجام بده، تبلیغ کنو بس. لذا الله میفرماید انا جعلنا ما علی الارض زینتا. این علت انکار است، علت انکار منکرین. چرا منکرین انکار میکنند؟ چرا نمیپذیرند؟ چرا قبول نمیکنند؟ چون که در دنیا خدای تعالی زمین را چنان زینت و زرق و برق داده، چنان کشش داده، تجملات دنیا چنان زیبا و جذاب هستند که اینها دل از دنیا نمی کنند.
دلشون را از دنیا سرد نمی کنن، به دنیا دل بستند. خب دین و دنیا یکی میشه دیگه. لذا الله می فرماید انا جعلنا ما علی الارض زینتا، همانا ما قرار دادیم آنچه که بر زمین از زینت، زیبایی ظاهری، زینت لها، برای زمین زینت هستند، لنبلوهم ایهم احسن عملا، تاکه بیازماییم انسانها را که کدوم یک عملشون زیباتر است. آیا به سوی خدا توجه میکنن یا به سوی تجملات؟ آیا خدا را راضی میکنن یا هوای نفس و خواهشات نفس را؟ نفس تمایل داره به سوی این تجملات، به سوی این لذات. البته تمام متاع دنیا حرام نیستند، اونی که از طریق حلال باشد درسته، اما نه به حدی که انسان را از مسیر خدا، از مسیر طاعت و بندگی جلوگیری بکند. اگر مانع دین ما باشه، مانع عبادت ما باشه، اون وقت بدبختی است. و انا لجاعلون ما علیها صعیدا جرزا. الله میفرمه این دنیا اینطور زینت داره، زرق و برق داره، یک روزی میاد که همین دنیا چی میشه؟ تبدیل به یک میدان صاف و بی آب و علف میشه. این زمین با این زیبایی هایش که انسان هر قسمتش را نگاه میکنه، هر جا باغاتش را نگاه میکنه، کشتزارهایش را نگاه میکنه، جنگلهایش را نگاه میکنه، انسان لذت میبره از تماشا کردن. هر جا سبزی و درخت و بلبل هست و چهچه هست و یک مناظر عجیبی در دنیا هست. همین زیبایی ها، همین مناظر زیبا، الله می فرماید یک روزی میاد که و انا لجاعلون ما علیها، ما قرار میدیم هر چی که روی این زمین هست صعیدا جرزا. صعید یعنی خاک خالی، زمین صاف، میدان صاف. جرزا یعنی بی آب و گیاه، هیچ اثری از سبزی نیست، همه جا خشک، همه جا نابود شده، همه جا از بین رفته. لذا الله تعالی می فرماید اینهایی که دل بستند بدونند این یک روز پایانی دارد، تمامی دارد. ام حسبت ان اصحاب الكهف، از اینجا اون شبهه جواب داده میشه. الله تعالی می فرماید آیا شما میپندارید که اصحاب کهف، ام حسبت ان اصحاب الكهف، شما فکر میکنی اصحاب کهف و اصحاب رقیم از آیات عجیب ما هستند، از نشانات قدرت بسیار بزرگ هستند؟ ببینید اینکه اصحاب کهف 300 سال اونجا خوابید، آیا این را شما از آیات بزرگ میدانید؟ شک نیست که این یکی از دلائل قدرت پروردگار است، اما خدای تعالی آیات و دلائل بزرگتر از اینها هم دارد. انسان به اونها فکر نمی کند. همین آسمان را اگر ما یک ساعت بشینیم درباره آسمان فکر بکنیم، به این نتیجه میرسیم واقعا یکی از آیات است، یکی از قدرت های بزرگ. همین ستاره ها، من عرض کردم که اگر نورافکن برج خلیفه تا 30 کیلومتر نورش میره، تمام دنیا تعجب میکنه و تمام دنیا فیلم و عکس میگیره. اما چرا دنیا تعجب نمیکنه این درخشندگی که ستاره ها دارند، این زیبایی که این نورافکن های خدایی دارند، که اونم نور از خودشون نیست، نور را از خورشید میگیرند و مثل نورافکن از خدا میدونه چندین میلیون کیلومتر از اونجا اینجا زمین ما را روشن میکنند، از اونجا شعاعشون میاد و چنان خود خورشید را نگاه کنید، چنان وقتی که طلوع میکند چنان روشن میکند تمام عالم را، تمام کرات را. زمین یک کره کوچک است،
کرات دیگر در مقابل زمین خیلی بزرگترند، البته اکثرشون بزرگ، کوچکتر از زمین هم داریم. تمام اینها را همین خورشید چطور روشن می کند؟ این آیات را شما نمی بینید؟ همین که 7 نفر خوابیدند، 300 سال خواب رفتن، این برای شما عجیبه؟ الله تعالی اینجا گویا ما را دعوت میده که شما بغیر از این آیه، بغیر از این علامتی که دال بر قدرت رب العالمین است، شما به آیات دیگری من توجه کنید. ام حسبت ان اصحاب الكهف، آیا شما میپندارید که اصحاب کهف و اصحاب الرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، از آیات عجیب ما هستند؟ نه، بقیه آیات الهی از این بزرگتر هستند، از این عظیمتر هستند. بعضی از آیات که ما هنوز نمیفهمیم، متوجه نیستیم، اگر در این دنیا برای ما تعریف بشه درک نمی کنیم، عقل ما کوتاه‌تر است. گاهی در روایت ها درباره عرش می آید، درباره کرسی می آید، درباره لوح محفوظ می آید، انسان تعجب میکنه. انسان آخر عقلش تعطیل میشه، مغزش به بنبست میرسه، نمیفهمه یعنی چی. لذا الله تعالی آیات زیادی دارد عجیب تر از این. اما اینها را چرا میگه اصحاب کهف و اصحاب الرقیم؟ کهف به معنی غار هست. الکهف النقب المتسع فی الجبل، در کوه وقتی که یک سوراخی باشد، سوراخ وسیع باشد که انسان میتونه داخلش بره و باز تهش وسیع باشه، اون را کهف میگویند. اما رقیم معنیش چیه؟ درباره رقیم اختلاف است. بعضی میگن که رقیم از رقم است، رقم به معنی نوشتن، مرقوم چیز نوشته شده را میگن. اینها را اصحاب رقیم میگوین به این دلیل که بعد از این که پادشاه اون زمان پی برد که اینها زنده هستند و رفتن به استقبال اینها بعدا دوباره تو غار رفتن وفات کردن، پادشاه تابلوی بر غار نصب کرد که در اون تابلو اسامی این اولیاء الله نوشته شده بود. به این خاطر اینها را میگن اصحاب الرقیم. رقیم یعنی نوشته شده، تابلو. این یک قول هست. قول دوم قوی تر است. قول دوم چیه؟ رقیم نام شهری هست که اینها مال اون شهر بودند، اینها باشندگان اون شهر بودند، به این خاطر اینها را میگه اصحاب الرقیم، یعنی اهل رقیم. پس اینها اصحاب کهف هستند چون که داخل کهف رفتند، اصحاب الرقیم هستند چون مال شهر رقیم هستند. رقیم شهری بود نزدیک شهر ایله روم که امروزه به این شهر میگن پیترا یا بطرا. اونجا یک شهری، البته چند تا قول در این رابطه هست، من خدمت شما 3 تا قول میگم. خیلی قول مفسرین گاهی تو تفسیرها بره انسان گم میشه از بس که اقوال متفاوته. این نکته را هم اول خدمت شما عرض بکنم. چرا اقوال متفاوته؟ چون خدای عزوجل نمیخواد مشخص بکنه این شهر کجا بود، تاریخ کی بود، شرایط تاریخی جغرافیایی. الله تعالی دنبال قصه نیست. ما انسان ها ماجراجو هستیم. یک قصه ای که بشنویم هی دلمون میخواد که بریم جزئیات را بفهمیم. خیلی وقتی که دنبال قصه بری، اون درسی که باید از قصه بگیری، اون وعظی که باید از قصه بگیری، اون نتیجه‌ای که باید از قصه بگیری، اون فراموش میکنی، میری تو جزئیات، گم میشی. به خاطر الله تعالی این مسائلی که غیر مربوط هستند در قرآن اینها را ذکر نمیکنه. همون بخشی از قصه را ذکر میکنه که از اونجا یک مطلبی باید گرفته بشه، یک وعظی باید گرفته بشه. به این خاطر خدای تعالی نفرموده این کجاست و در چه تاریخی بوده.
اما در این رابطه خیلی قیل و قال هست. بعضی میگن که شهری هست در روم به نام خلیج عقبه و همون ایله که عرض کردم. در شمال این شهر کوههایی هست، در نزدیک اون کوها شهری به نام رقیم بود. بعدا در سالهای بعد آثار اون شهر هم پیدا شد. اون شهر دیگه ویران شده بود، آثار زندگی در اون شهر پیدا شد. لذا میگویند این افراد در اون شهر زندگی میکردن، به این خاطر اینها میگن رقیم. این یک قول که این مال روم هست. قول دوم، البته اون زمان شام و فلسطین جز روم بود، الان این در شام واقع میشه، در نزدیک فلسطین. بسیاری همین قول را ترجیح دادند، بسیاری همین قول را ترجیح دادند. در زمان سیدنا معاویه رضی الله تعالی عنه سپاه مسلمانان داشت میرفت به طرف شام، از شام به اون طرف میرفت، به طرف روم میرفت برای جنگ با رومی ها. در مسیر که میرفتند گفتند که اصحاب کهف غارشون اینجاست، غارشون اینجا هست. به معاویه گفتم ما بریم نگاه بکنیم. گروهی را فرستاد که شما برید ببینید آثاری از این غار هست یا نیست. در شام نزدیک فلسطین بود. گفتن ابن عباس رضی الله عنهما گفته که نروید اونجا، چون اونجا موفق نمیشید ببینید، چون قرآن میگه که ما رعبی انداختیم، چنان رعب و وحشتی کسی نمیتونه ببینه. معاویه گفت که قول ابن عباس را بذاری، این سخن مال خودشه، بری نگاه کنید، تحقیق بکنید بیایید. وقتی که رفتن اونجا میگه که بر لبه غار قرار گرفتیم، بر دهانه غار قرار گرفتیم. از داخل غار چنان بادی آمد که باد سیاهی هم بود، همه ما را پرت کرد، دور افتادیم و چنان وحشتی افتاد از اونجا فرار کردیم، دیگه نرفتیم. و رفتیم به معاویه گزارش دادیم که همونطور که ابن عباس گفته بود واقعا وحشتناک، نمیشه رفت. این داستان را بعضی نقل کردن، گفتم پس معلوم میشه که این غار در فلسطین هست، در شام هست، همون ایله. قول دوم که بسیاری از علما این قول را ترجیح دادند، شهری از ترکیه هست به نام شهر افسوس. این شهر به فاصله 20 یا 25 میل شهر ازمیر ترکیه الان. لذا در نزدیکی همین شهر افسوس در ساحل غربی ترکیه اونجا کوههایی هست. این غار اصحاب کهف الان اونجا هست. قول دیگر اینه که شهر دیگری هست در ترکیه به نام ترسوس. این غار در اون شهر است. علامه اندلسی که خودش از اندلس هست، از اسپانیا هست، ایشون اصرار دارد که اصحاب کهف در اسپانیا، در اندلس هست، اونجا بودند. یعنی این مفسرین عجیب است که جاهایی را به عنوان اصحاب کهف ذکر می کنند که با هم دیگه خیلی فاصله دارند. بعضی ها اسپانیا را گفتند، بعضی ها ایتالیا و روم را گفتند، بعضی ها شام و فلسطین گفتند، بعضی ها ترکیه را گفتند و هر یکی دلایلی هم ذکر کرده. هر یکی وقتی که دلایلش را شما میخوانید تو تفسیرها شما غانم میشید. مثلا میگه ما رفتیم، حتی علامه اندلسی خودش رفته، ما رفتیم اونجا استخوانهایی هم دیدیم که چند نفر هستند استخوانهایشون هست و این نوع استخوانها در همه غارها هستند. اصلش اینه که الله بهتر میدونه این غار کجاست، ولی در زمان قدیم در دین سیدنا عیسی علیه السلام بعد از عیسی رهبانیت رواج یافت. رهبانیت چیه؟ یعنی غارنشینی، زندگی کردن در غارها. مردم میرفتند و گوشنشینی میکردند. در دین اسلام رهبانیت نیست.
رسول الله صلی الله علیه وسلم اجازه ندادن که ما از اجتماع از جمع فاصله بگیریم، از زن و بچه دور بشیم، از مردممون دور بشیم، از بالاخره جامعه شهر دور بشیم بریم توی غار عبادت کنیم. این درست نیست برای ما. اما اونها داشتند، شما تو قرآن هم خواندین و رهبانیت ابتدعوها، رهبانیت را خودشون ایجاد کردن به خاطر رضای خدا. خب هر چند تا درویش، چند تا راهب، چند تا عابد و زاهد می رفتن توی غاری عبادت می کردند، همونجا عبادت می کردند و می ماندند تا اینکه مرگشون فرا می رسید، همونجا می مردند. لذا کسی از احوال اونها خبر نداشت. اون زمان این ارتباطات امروز نبود، این رسانه ها نبود، این اطلاعات نبود. هر کسی تو غاری می مرد همون غار قبرش می شد. لذا این نوع غارها زیاد هستند که هر غاری بریم می بینی استخوان است. پس این استخوانها در واقع لازم نیست که اینا اصحاب کهف باشد. اینها انسانهایی هستند که موتشون تو اون غارها آمده، انسانهایی که مثل اصحاب کهف رفتن به غار پناه بردن، اونجا خدا را یاد کردن، خدا را عبادت کردن، همونجا مرگشون آمد. لذا هر مفسر یه جایی را ذکر کرده که این غار مال اصحاب کهف است، ولی بیشتر این دو جا را ترجیح دادن. یکی همین ایله که در نزدیک فلسطین هست و یکی شهر افسوس ترکیه، بعضی گفته اصحاب کهف اینجا بودند. اما این اصحاب کهف در چه زمانی بودند؟ در این رابطه هم قیل و قال زیاد هست، اما قول صحیح اینه که اینها در زمان پادشاهی بودند. اون پادشاهی که اینها را مجبور کرد، الان داستان را که شروع بکنیم میخوانیم که پادشاهی به نام دقیوس بود یا دقیانوس. این پادشاه از سال 201 تا 251 میلادی زندگی میکرده. از سال 201 تا 251 میلادی، یعنی 200 سال بعد از میلاد حضرت عیسی. این جوانان بر دین توحید بودن. اون زمان دین توحید دین عیسی بود، یکتا پرست. این پادشاه اینها را مجبور کرد، اینها رفتند. تقریبا گفتند که اون زمانی که اینها به غار پناه بردند حول و حوش سال 250 بود، نرسیده به 250 میلادی. از اون زمان که اینها خواب رفتند تا سال 550 میلادی، تا این سال اینا در خواب بودند. این زمان پادشاه دیگری، تحولات آمده بود در این شهر. رومی ها که مسیحی بودند حمله کردند، شهر را تصرف کردند، بت پرستان را از بین بردند و یک تاپرستان آمدند. پادشاه دیگر به نام، بعضی گفتن بیدروس، بعضی گفتن که تیودسیس، نام های عجیبی هستند، رومی هستند. پادشاه دیگری آمد و این زمان حکومت میکرد. این زمان که اینها از خواب بیدار شدند حدوداً سال 550 میلادی بود. و رسول الله صلی الله علیه وسلم چه سالی متولد شدند؟ سال 570 میلادی. یعنی زمانی که اصحاب کهف از خواب بیدار شدند 20 سال قبل از ولادت رسول الله بود. اینا بیدار شدند و یکی دو روز بیشتر نماندند دوباره فوت کردند. لذا این جریان با ولادت رسول الله زیاد فاصله نداره، یا 20 سال یا 30 سال، همین اندازه هست. قول صحیح تر همینه که اینها پیروان عیسی بودند و در قبل از ولادت آن حضرت صلی الله علیه وسلم، البته 300 سال 300 خردی سال قبل از ولادت آن حضرت اینا به خواب رفتند و 20 سال پیش از ولادت آن حضرت اینا از خواب بیدار شدند و بعد از اون خداوند موت حتمی را بر اونها آورد. این در ارتباط با تاریخشون.
در ارتباط با موقعیت جغرافیاییشون همینه که عرض کردم اینها یا در ایله بودن، فلسطین بودن، یا در نزدیک ازمیر ترکیه. اما این بحثا را قرآن ذکر نکرده، ما هم مکلف نیستیم اینها را بدونیم. بسیاری از مفسران اعتقاد دارند که ابهم ما ابهمه الله، چیزی که خدا مبهم گذاشته، خدا نامشخص گذاشته، شما همونطور نامشخصشون بدونید، زیاد دنبال نکنید. اصل اون چیزی که مهم است ببینید اون مطلبی که خداوند استنباط می کند و درس و موعظه‌ای که خداوند از این داستان برای ما مد نظر دارد اون را محکم بگیریم. خب الله تعالی می فرماید اذ اول فتیتو، من در اول سوره یوسف هم خدمت شما عرض کردم عادت قرآن این است که وقتی که داستان طولانی بشه اول خلاصه داستان را ذکر میکنه، خلاصه اش را تا یک نتیجه گیری بشه، بعداً به تفصیل داستان میپردازد. این اجمال داستان است. اذ اول فتیتو الی الکهف، زمانی که پناه بردن جوانان الی الکهف، به غار. بیشتر خدای تعالی کلمه فتا را بکار میبرد. فتا به نوجوان و جوان اطلاق میشه. معلوم میشه که جوانان وقتی که بر دین و بر مسیر دین قرار بگیرند استقامت اونها از بقیه بیشتر است و بیشتر دعوت انبیا را در طول تاریخ جوانان لبیک گفتند. کهنسالها زیاد استقبال نکردند، اونها نفهمیدند، درک نکردند، بیشتر جوانان بودند. رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که مبعوث شدند تنها کسی که از همه سنش بالاتر بود ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه بود که 2 سال از رسول الله کوچک بود. ابوبکر 38 سال سن داشت، یک تار سفید شده بود دیگه، اونم جوان بود. تا 40 سالگی انسان جوانه. بقیه همه جوان و نوجوان بودن که از رسول الله استقبال کردند. اینها که بعداً به مشایخ اسلام، به شیوخ اسلام تبدیل شدن، اول جوان بودند، سن آنچنانی نداشتند. حتی سیدنا علی رضی الله تعالی عنه خیلی جوان بود، نوجوان بود. ایشون را جز مردان حتی در ابتدای اسلام به حساب نمی کنن، میگن کسانی که از بچه ها ایمان آوردن، ولی کس حضرت علی بود، لذا خیلی نوجوان بود. پس الله تعالی می فرماید اذ اول فتیت الی الکهف، زمانی که پناه بردند جوانان به غار پناه بردند. و ببینید چه دعایی کردند. مردم میگویند که اینها اولیاء بودند، به نام اینها نظر و نیاز بکنیم. الله میفرماید اینها ما را صدا زدند، اینها مشکلشون را، حل مشکلشون را از ما خواستند، ما پناهشون دادیم، ما برای اونها چاره جویی کردیم. شما به جای این که اینها را صدا بزنید، شما کسی را صدا بزنید که اینها او را صدا بزنند. لذا الله می فرماید فقالوا ربنا، این جوانان گفتن ربنا آتنا من لدنک رحمه، ای رب به ما از جانب خودت رحمت ببخش، یعنی رحمت خودت را شامل حال ما بگردان، ما را از لطف و از مهربانیت محروم نگردان. و هیئ لنا من امرنا رشدا، و آماده بفرما، مهیا بفرما برای ما در این امر ما. امرشون چی بود؟ هجرت. این که ما هجرت میکنیم، برای ما رشد را یعنی راهنمایی را آماده بفرما، یعنی ما را راهنمایی کن، کجا بریم، چیکار بکنیم. اینها بلا مقصد خارج شدن از شهر. از شهر که خارج شدن گفتن کجا بریم، سرگردان بودن، جایی نداشتند، پناهگاهی نداشتند، تهدید شده بودند که اگر از این دین برنگشتید همه شما را ما اعدام میکنیم یا سنگسار میکنیم. از صحبتهای خودشون معلوم میشه که اون زمان هر کسی که از دین کفر و از دین بت پرستی به دین دیگه میرفت او را سنگسار میکردند. لذا گفتم ما کجا بریم، سرگردان بودن، دعا کردن خدایا ما به خاطر تو خارج شدیم،
تو ما را راهنمایی کن. هیئ لنا من امرنا رشدا. در این امر هجرتی که ما داریم برای ما هدایت را و راهنمایی را مقدر بگردان و آماده بگردان. ما را راهنمایی کن کجا بریم. الله میفرماید ما اونها را راهنمایی کردیم که برن بغار، تو غار بخوابن، جای امنی. ما هم لالاییشون کردیم که اصلا از خواب بیدار نشن. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. ما بر گوشهایشان زدیم، یعنی گوشهایشان را بستیم در غار. سنین عددا، تعدادی سالهای زیادی در غار خوابیدند. ثم بعثناهم، سپس آنها را بلند کردیم، از خواب بیدار کردیم. لنعلم، این حکمت بیدار کردن تا که مشخص کنیم، معلوم کنیم ای الحزبین احصا لما لبثوا امدا. از این دو گروه کدوم یک بهتر حفظ کرده اون چیزی که در غار مانده از نظر مدت، کدوم مدت را بهتر میدوند؟ چون با هم اختلاف کردند. این دو گروه کدوم دو گروه هست؟ در تفسیر این هم اختلافه. بعضی میگن دو گروه همین دو گروه اصحاب کهف مراده، دو گروه شدند. یک گروه گفتند که ما اینجا نیم روز ماندیم. گروه دوم گفت نه آقا، یک روز کامل ما اینجا بودیم. لذا هر دو نمیدونستند، هر دوشون خبر نداشتند. بنابراین الله عزوجل با این حساب نشون میده که عالم الغیب خداست. ببینید اینها شک در اولیاء بودن اینها نیست. اینها اولیاء خدا هستن یا نیستند؟ اینایی که خدا این کرامت را به اونها بخشید، از دست پادشاه ظالم 300 سال لالاییشون کرد، در خواب راحتی اونها را فرو برد، بعد از 300 سال دوباره زندهشون کرد، دوباره از خواب بیدارشون کرد. در این 300 سال الله میفرماید همیشه ما اینها را این سمت و اون سمت میغلطاندیم که بدنشون خراب نشه، بدنشون زخم نگیره. لذا از اینها ولیتر داریم، از اینها اولیاء بزرگتر داریم که خدا این همه لطف به اونها کرده. اما ببینید اینها نمرده بودند، اینها خواب بودند. قرآن خواب تعبیر کرده. با وجودی که خواب بودند از ماحولشون خبر نداشتند، از اطرافشون خبر نداشتند. 300 سال گذشته، خورشید طلوع کرده، غروب کرده، شب شده، روز شده، طوفان، باران، حوادث، اتفاقات تو این 300 سال مگه کم بوده؟ اینا اصلا از این چیزها خبر نداشتند. پس وقتی که کسانی که میخوابند و خبر ندارند، میمیرند و خبر ندارند، اونها چطور میتونه عالم الغیب بشند؟ کسی اگر بخواهد بدون واقعا واقعیت ها را از همین داستان، از همین بخشش میدونه که اولیاء خدا عالم الغیب نیستند، فقط خدا است عالم الغیب. و الا اینا با هم جر و بحث نمی کردند، با هم مباحثه نمی کردند. یکی میگه نه یک روز، یکی میگه نه 3 روز، نصف روز. پس القائلون خودشون هستن، القائلون لبسها یوم. و گروه دیگه گفت ربکم اعلم بما لبستم، خدا میدونه شما چقدر موندید. این بحث بذاری کنار، بریم به فکر غذا باشید. خب اینها این همه مدت گذشته، اینقدر، بالاخره هنوز نمیدونن که چه تحولاتی آمده. میرن تو شهر، پول قدیمی و سکه قدیمی را میدن که خرید بکنن. خب معلوم میشه اینها اصلا از احوال باخبر نیستند. خب بعضی میگه ای الحزبین، دو گروه، اون دو گروهی که بعداً ذکرشون میآید در اون زمان پادشاه جدید، همین پادشاه بیدروس، دو گروه بودن. یک گروه موحد میگفتن که بعد از مرگ زنده شدن است، یک گروه مشرک میگفتن نه بعد از مرگ بمیریم دیگه زنده نمیشیم. اون دو حزب، اون دو گروه مشخص میشه که کدوم
حدسش درست بوده، کدوم اعتقادش درست بوده. چون زمان وحی نمی آمد، دلایل دیگری نبود. زمان عیسی خیلی گذشته بود، نمیدونستن مردم اعتقادات خودشون را چطور اثبات بکنن، تا اینکه خدا اینها را زنده کرد. بعدا متوجه شدن بله، بعد از خوابیدن بلند شدنی هست، بعد از مردن زنده شدنی هست. الله می فرماید نحن نقص علیک. خب تا اینجا خلاصه داستان تمام شد، حالا تفصیل داستان شروع میشه. الله تعالی می فرماید نحن نقص علیک نبأهم بالحق. ما تعریف میکنیم بر تو داستانشون را، خبرشون را به حق تعریف میکنیم. عرض کنم که این جوانان همونطور که عرض کردم از منطقه رقیم بودند، از شهر رقیم بودند، اما اینها اصلا در این رابطه تاریخ نویسان خیلی طولانی نوشتند. خلاصه را خدمت شما عرض کنم که معتقدن اینها عربی الاصل بودند، اصالتا اینها چی بودند؟ عرب بودند. و یکی از فرزندان سیدنا اسماعیل علیه السلام به نام نبات یا نابت در مکه مکرمه بود. این بعداً فرزندانش زیاد شده، اینا از بنو نبت هستند، از همون بنو نابت هستند، همین جوانان اصحاب کهف. اینا بعداً رفتن در شهرها، در بلاد پخش شدن، جمعیتشون زیاد شد و در واقع در این شهر رقیم تمام اینها از فرزندان و از نوادگان اسماعیل بودند. پس اینها اصالتا عرب بودند. خیلی ها همین نوشتند. و یهودی ها که از مشرکین گفتند، چون مشرکین هم عرب بودند، با مشرکین وجه شباهتی هم داشتند. علی ای حال این جوان ها وقتی که در میان قومشون دیدن که قوم بت پرستی می کند، قوم یه چیزهایی را که با دستان خودشون می سازد و می بافد و درست می کند، بعدا میره جلوی او کرنش می کند، جلوی او میره اطاعت می کند. و دورا دور شنیده بودند از دین مسیح، دین یکتاپرستی، که دینی وجود دارد که او میگوید فقط یک خدا را باید عبادت کنیم. اون خدایی که این آسمان را خلق کرده، آسمان ها را، زمین را خلق کرده، ما را پیدا کرده، همون یک خدا را، درست نیست دیگه کسی را عبادت بکنیم. بالاخره یک روز عیدشون بود و روز جشنشون بود. همه مردم بیرون شهر رفتند، خدایان را هم با خودشون برده بودن. هر یکی در قدیم یک رسمی داشت، یک جای خدایان را گذاشتند و همه برای خدایان تعظیم کردند. یک جوانی که در رأس اینها بود، بعضی میگن که اسمش یلمیخا بود، بعضی میگن که مکسلمینا بود، والله اعلم. این اسما را گفتن اسمای اصحاب کهف هستند. یکی از اینها بود، این گفت که یعنی چه؟ این خدایان را که ما درست کردیم، اونا ما را درست نکردند، خود اینها را ما درست کردیم، الان بیایی ما برای اینها عبادت کنیم. گفت من نمی کنم. گفت که ربنا رب السماوات والارض، رب ما رب آسمان ها و زمین است. کنار کشید، رفت سایه درختی، با مردم سجده نکرد، کرنش نکرد. جوان دیگری او هم متأثر شد، سومی، چهارمی، 6 تا شدند. اینا با هم اونجا سایه درخت نشستن. اول جرأت نکردند که از هم دیگه بپرسن، بعدا پرسیدن شما اینجا؟ اون اولی گفتم، اون یلمیخا گفت حقیقتش من اعتقاد ندارم. دومی همینه گفت. سومی با هم عهد بستن. اینها اشراف زادگان بودند، اینها از فرزندان وزیر وزرا بودند، از خواص بودند. با هم عهد بستند که ما
از این به بعد با هم جمع میشیم، هر چی که یاد داریم و از هم دیگه یاد میگیریم، مینشینیم خدا را عبادت میکنیم، رب حقیقی را، دیگه بت عبادت را میکنیم. اینها به صورت خودجوش با هم عهد بستند، هر روز با هم جمع میشدند و نیایش میکردند، عبادت میکردند، اذکار و اورادی میخواندند، خدا را زاری میکردند، تا اینکه به پادشاه خبر رسید. همین دقیانوس یا دقیوس بهش خبر دادند که بسیاری از فرزندان اشراف هستند، اینها دینی دیگه انتخاب کردند. پادشاه اینها را خواست و بعد از این که به این نتیجه رسید که اینها این خبر درست است، پادشاه میخواست اینها را از بین ببره، اینها را بکشد، ولی بعدا دید چون از اشراف هستند و از خواص هستند، به اینها مهلت داد. گفت شما را 1 هفته مهلت میدم، برگردید از این دینی که رفتید، از این دین برگردید و الا من شما را اعدام میکنم، شما را از پای در میآورم. اما همین الان دستور داد خلع لباسشون بکنند. در زمان قدیم اشراف زادگان لباس های خاصی داشتند، عامه مردم لباس خاصی داشتند، همه مثل هم نبودند. هر کسی را میدیدی با لباس میشناختی که این از اشراف است، این از قشر بالاست، از سطح بالاست. عموم مردم عادی یک نوع لباس است. اینا را دیگه لباس هایشون راستنشون کشیدن، گفتم مثل بقیه مردم شما لباس بپوشید و 1 هفته بهشون فرصت داده شد. گفتم باش. اینا با هم مشوره کردن چی کار بکنیم. بعدن گفتن که ما اگر اینجا بمانیم ما را یا سنگسار میکنند و یا ما را به دین خودشون برمیگردانند. پس ما از خیر کشور و از خیر شهر و از خیر شاهزادگی و اشرافزادگی و از همه متاع دنیا بگذریم، بریم خدایمون را راضی کنیم، بریم یک جایی که دین ما محفوظ باشد. هجرت کردند. معلوم میشه هر وقتی که انسان در جایی هست که دینش در خطره، آینده فرزندانش در خطره، این انسان باید کوچ بکنه، باید بره. خدا برایش جای گشاده‌ای میده، خدای عزوجل برایش لطف میکنه، نماند انسان، باید بره جایی که دینش محفوظ بمانه. ولی متاسفانه امروز مردم برعکس، از جاهایی که الان دین هست، اونجا دینداری هست، تعلیم دین هست، تعلیم قرآن هست، همه برنامه‌های دینی برای فرزندان هست، اما مردم به خاطر رفاه خودشون جاهایی میرن زندگی میکنند که خبری از نام خدا نیست، هیچ وقت اذان به گوشش نمیرسه، فقط به خاطر رفاه. آینده این نسل چی میشه؟ اگر این بره به سوی ارتداد و به سوی بیدینی، این پدری که دنبال رفاه خودش و فرزندانش بوده مؤاخذه میشه. فرض هست، لازم هست از جایی که دینت در خطر از اونجا هجرت کنی، از اونجا بری به جایی که دینت محفوظ بمانه. اینها با خودشون همین تصمیم را گرفتند. الله می فرماید انهم فتیه آمنوا بربهم، اینها جوانانی بودند که ایمان آوردن به ربشان مطابق تعلیم عیسی علیه السلام. وزدناهم هدا، ما در هدایتشون افزودیم. ببین وقتی که ما درجات هدایت را قبلا خواندیم، اولین درجه هدایت انابت است، در جستجوی حق بودن است. بعد از اون که انابت داشتی، دنبال حق بودی، خدا خودش راهنماییت میکنه، این میشه هدایت. بعد از هدایت استقامت کن. عرض کنم که سختی ها نه هراس، عقب نشینی نکن، در این مسیر هر تر خوش که میاد تحمل کن. بعدن خدای تعالی بهت ربط القلب میده. ربط القلب 4مین درجه هدایت است، یعنی دلت را چنان قرص و محکم میکنه که تمام دنیا
جمع بشه بخواد تو را از مسیر دین منحرف کنه؟ نمیتونه، چنان تو دلت قرصه. لذا الله می فرماید و ربطنا علی قلوبهم، بر دلهایشان ما ربط زدیم، یعنی گره زدیم به تعبیر خودمون، دلهایشان را قرص و محکم کردیم. اذ قاموا، زمانی که آنها استقامت کردند، فقالوا ربنا رب السماوات والارض، گفتن رب ما رب آسمان ها و زمین است. لن ندعو من دونه الها، هرگز ما صدا نمیزنیم بغیر از اون رب معبود دیگری را. معلوم میشه که هر کسی را بغیر از او صدا زدی و کمک خواستی و حاجت طلبیدی، او میشه معبودت. بغیر از او معبود دیگری را ما صدا نمیزنیم. لقد قلنا اذا شططا، اگر این کار را کردیم همانا ما در این هنگام شطط گفتیم. شطط یعنی از حد گذشتن، از حد تجاوز کردن، زیاده روی کردن، زیاده روی کردیم. و اینها ناراحت بودن بر قوم خودشون که چرا قوم ما بت پرستی میکنن. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة، اینها قوم ما هستند بغیر از الله دیگران را معبود خودشون گرفتند. لولا یأتون علیهم بسلطان بین، چرا بر این دین و بر این آیین و عقیده خودشان نمی آورند به سلطان بین، یعنی دلیل روشن. مدرک چرا ندارن؟ همیشه اهل خرافات و اهل شرک دلیل ندارن. بپرسی که چرا شما اینها را عبادت میکنید، میگه پدران ما عبادت میکردن. عمده دلیلشون تقلید پدران است. فمن اظلم ممن افترى علی الله کذبا، چه کسی ظالمتر از اون کسانی که افترا میگن بر خدا دروغ را. ببین افترا بستن بر خدا، دروغ بستن بر خدا همینه که انسان بگه این نائب خداست، خدا گفته این صدا بزنید، خدا گفته برای این گوسفند بکشید. هر گندی میزنه و هر غلطی میکنه نسبتش میده به خدا. این بزرگترین افترا است. امروز اهل خرافات واقعا افترا میگویند، دروغ میگن بر خداوند. چه میگن تو کتاب ها؟ الان این کتاب ها زیاد به فروش میرسه. نوشتن بعضی کتاب ها که اولیاء خدا، دوستان خدا، وقتی که چشم از این جهان میبندند ارواحشون پرواز میکنه، میره ارواحشون در آسمان ها با فرشتگان همراه میشند. بعدن خدای تعالی به ارواح اینها میگه که شما با همین فرشتگان همراه باشید، در همین مناطق خودتون گشت بزنید. تو مسئله لاشما این را در مقدمه به ارواح اینها میگه که شما در همین مناطق خودتون گشت بزنید. مثلا یکی از اولیاء مال بلوچستان بوده، میگه حدود اختیارات تو و تصرفات تو در همین منطقه خودت تو بلوچستان است. اینجا هر کسی، چون مردم با تو آشنا هستند، اولیاءشون تو بودی، هر کسی تو را صدا زد برای فرزندی بهش فرزند بده. هر کسی تجارتش کاسد بود تجارتش را رونق بده. هر کسی مریضی داشت برو مریضش را شفا بده. این اختیارات را من خدا به تو میدم، در همین مناطق خودتون این کارها را بکنید. این دروغ ها را، این دروغ بر خدا، اینها را به خورد مردم میدم، مردم هم باور میکنند. مردم در گذشته شما نگاه کنید، هر منطقه هر چند کیلومتری یک معبود داشته. مردم برای او گوسفند میکشتند، برای او نان خیرات میکردند، به نام او نذر میکردند، او را صدا میزدند، او را فریاد میزدند. یک جایی هست اینجا ملک سیاکو هست، یک جایی هست پیر سوران هست، یک جای سیستان بی بی دوست هست. هر منطقه یک چیزای الان تو کتاب های تفسیر هندوستانی ها می آید، چنان نام های میاد که انسان تعجب میکنه چه نام هایی هست. بالاخره نام های عجیب و غریب میگه اینا اولیاء اون منطقه بودن. نام های ما هم اینطور برای بعضی عجیبه. لذا هر منطقه در گذشته همین داشته. الان بعضی سعی میکنن دوباره همین رو ترویج بدند.
سعی میکنن دوباره همین زیارت ها را گرم بکنن، دوباره میرن همون گنبدها درست میکنن، دوباره دلشون میخواد مردم تجمع کنند. محل تجمع باید مساجد باشند، ما اینجا جمع بشیم الله را عبادت کنیم. زیارت قبور سنته، انسان گاهی بره نه به صورت اینکه دست جمعی یک جا در یک مناسبت جمع بشه، گاهی بریم دعایی در حق اونها داشته باشیم، خدای اینها را ببخش، نه اینکه از اونها دعا بخواهیم، اونها محتاج دعا هستند هر چقدر باشد. بالاخره این خدمت شما عرض کنم که مردم در گذشته بر خدا افترا گفتند، بسیاری باور کردند و بسیاری حتی در رابطه با همین نوع آستانه هایی هست که اینا خواص خاصی دارن. مثلا بعضی میگن اینجا برای این خاکی که این بزرگوار داره برای تمام مریضی های پوستی خوبه، اونجا برو بغلط خوب میشه. بعضی ها برای فلان مریضی خوبه، لذا اینها را خدا بهشون داده این خواص را، العیاذ بالله. آخه به چه دلیلی هست؟ علامه آلوسی رحمه الله همین مطالب را ذکر میکند تو تفسیرش، بعد میگه که از این افراد وقتی که میخوایم بگین دلیلتون چیه، میگه که ثبت ذلك بالکشف، این با کشف معلوم شده، دلیل تو قرآن و حدیث نیست، همینطور برای ما کشف شده، برای ما ظاهر شده، یا تو خواب دیدیم یا تو بیداری دیدیم که کسی آمد. اونی که تو خواب دیدی، اونی که تو بیداری دیدی و آمد به تو گفت که در این خاک شفا هست، در این قبر فلان خواص هست، در این آستانه فلان هست، شک نکنو شیطان بوده آمده بهت گفته اگر راست میگی. چون قرآن میگه و قیضنا لهم قرنا، ما برای اونها گماردیم بعضی از شیاطین که قرین و همدم همراه اونها هستن، همیشه اونها را تو خواب و تو بیداری میگه این کار بکن اون کار بکن، اینجا گوسفند بکش، اونجا برو سجده بکن، اونجا برو طواف بکن. همین عبادت غیر الله، همین افترا بر خدا، دروغ گفتن. لذا الله می فرماید فمن اظلم ممن افترا علی الله کذبا، چه کسی ظالم تر از اون انسانی که افترا میگوید بر الله دروغ را. و اذ اعتزلتموهم وما یعبدون الا الله، این سخن یا سخن بین خودشون هست، بعضی مفسرین همین گفتن این جمله بین مذاکره بین خود اصحاب کهف. ها این من خدمت شما نگفتم که این 6 نفر بعداً با هم به این نتیجه رسیدن، گفتن که ما اینجا بیشتر نمانیم که دین ما در خطر است، بریم بیرون شهر. رفتن وقتی که رفتن در حاشیه شهر چوپانی را دیدند که گوسفندانی را میچرانید. گفتن که اونا گفتن کجا میری؟ گفت که ما یک تا پرست هستیم، خدا پرست هستیم، میریم دینمون را نجات. او چوپان بیچاره گفت که منم از مدت ها به همین نتیجه رسیدم، منم بر همین دین هستم، اجازه بدی با شما بیام. گفتم بیا با ما. گفت صبر کن من گوسفندان را ببرم به شهر برسانم، به صاحبش برسانم. چوپان گوسفندان را برد، برگشت اما سگ باش آمد، سگ دنبالش کرد. قرآن هم ذکر میکنه سگ باشون بود. بالاخره 7 نفر شدند، اینها با هم رفتند. وقتی که رفتند اون دعایی که شما قبلا خواندید اون دعا را کردند، گفتند که ربنا آتنا من لدنک رحمه، خدای بر ما رحمت بباران، ما را مورد رحم و لطف خودت قرار بده. و هیئ لنا من امرنا رشدا، در این امر هجرتی که ما حرکت کردیم و از شهر بیرون آمد، ما را راهنمایی کن کجا بریم. سبحان الله. این اشرف زادگان، اینهایی که تمام پدرانشون در کابینه و در کاخ و سلطنت بودند، به خاطر دین خدا اینها خارج شدند. چقدر لذت بخشه. الله چقدر دوست داره این نوع افراد را که اون ناز و نعمت را به خاطر دین خدا ترک میکنند، واقعا سزاوار همین کرامت خدا را دارند. لذا دعا کردند. دعا که کردند الله تعالی بعضی میگه به اونها الهام کرد، بعضی میگن و اذ اعتزلتموهم، این الهام الهی است که در دلهای اونها میانداخت. بعضی میگن نه این مکالمه با همه فی ما بینشون هست.
الله میفرماید و اذ اعتزلتموهم، هرگاه جدا شدید از اون شهر، از اون مردم، و ما یعبدون الا الله، و هرگاه جدا شدید از آنهایی که عبادت کردند غیر از الله را، شما که جدا شدید، فأووا الی الکهف، شما رجوع کنید به کهف. شما یعنی پناه ببرید به کهف، به غار. بعضی گفتن که این قول رئیسشون است، یا یلمیخاس یا مکسلمینا است، و عرض کردم فیما بینشون. بعضی میگن نه، این سخن الله است، الله در دلشون میگفت. وقتی خدا به من و تو هم الهام کنه، تو دلمون میاد، الله میگه برو این راه را برو، خود به خود اون راه را میریم، نجات مییابیم. لذا اینها را خدا گفت که برین شما به طرف غار. فأووا الی الکهف، شما پناه ببرید به کهف. ینشر لکم ربکم من رحمته، می گستراند برای شما رب شما از رحمت خودش. الله رحمت را بر شما می باراند. و یهیئ لکم من امرکم مرفقا، الله مهیا می کند برای شما در کار شما نرمی، یعنی با لین و با نرمی و با تلطف، مهربانی با شما برخورد می کند. بالاخره رفتند تا اینکه به این غار رسیدن، همین غاری که مقدرشون در اون غار بود. اونجا رفتن گفتن که بریم، خیلی راه آمدیم. بالاخره ناز پرورده بودند، اشراف زاده بودند، تا به حال راه نیامده بودند، خسته بودند. گفتم میریم داخل غار و استراحت میکنیم. اونجا که رفتن استراحت بکنند، خوابیدند. همون خواب بود که رفتند، برای همیشه خوابیدند. این خوابشون طولانی شد. این خواب به اندازه طولانی شد که قرآن میگه 300 سال گذشت یا 309 سال. اگر حساب شمسی را حساب بکنیم 300 سال میشه، اگر حساب قمری را حساب بکنیم 309 سال میشه. بالاخره اینا خوابیدند. الله عزوجل چگونه از اینها محافظت کرد؟ سبحان الله. الله میفرماید که خورشید هر وقتی که طلوع میکرد از غارشون به داخل غار نمیتابید و عرض کنم حرارت خورشید داخل غار نمیزد، از کنار غار. وقتی که زوال میشد از عرض کنم وسط آسمان به طرف غروب میرفت، باز اون کناره دیگر. بعضی از مفسرین یک سری نقشه های ریاضی کشیدند، ولی نیاز به این نقشه های ریاضی نیست. بعضی گفتند که دهنه غار شمالی جنوبی بود. خود مسلمه وقتی که خورشید طلوع بکند اون قسمتش که شمال باشه اونجا دیگه داخل غار نمیره. خدای عزوجل طوری کرده بود که هیچ وقت داخل خورشید نمیخورد. و بعد الله تعالی میفرماید که اینها را یک حالت بیداری داشتند. اگر شما میدیدید فکر نمیکردید اینا خوابند، فکر میکردید که بیدار هستند. و بعد الله تعالی میفرماید و نقلبهم ذات الیمین و ذات الشمال، جانب راست و چپ ما اونها را میغلطاندیم. چون وقتی که انسان به یک قسمت بدنش به زمین باشه، مسلم این قسمت بدن را اکسیژن نمیرسه. وقتی که اکسیژن بهش نرسه قطعا این قسمت چی میشه؟ کم کم خراب میشه، زخم میشه و اون حالت زنده بودن خودش را از دست میده. به خاطر اینکه تمام بدن را هر لحظه اکسیژن برسه، الله میفرماید ما اینها را میغلطاندیم. به جانب راست میخوابیدند، لحظاتی بعد به جانب چپ میغلطاندیم که این قسمت دیگه هوا بخورد، اکسیژن بهش برسه. الله میفرماید و ترى الشمس اذا طلعت، میبینی خورشید را هرگاه طلوع میکرد، تزاور عن کهفهم،
متمایل میشد از غارشان ذات الیمین به جانب راست، یعنی جانب راست غار خورشید تابشش میخورد، داخل غار نمیزد. و اذا غربت تقرضهم، هرگاه وقتی که خورشید غروب میکرد، تقرضهم یعنی تعدل عنهم، از اونها عدول میکرد، اونها رو میپیمود، ذات الشمال در جانب چپ، و هم فی فجوه من، اونها در یک محل وسیع بودن. فجوه میگن مکان متسع، تو غار جای وسیع خدا قرار داده بود. غار معمولا دهنش، البته غار هم در زبان عربی هست، اذ هما فی الغار، شما خواندیم برای رسول الله و ابو بکر. غار هم میگن، کهف هم میگن، بعضی میگن هر دو یکی هستن، بعضی میگن نه، غار اونه که دهنش هر اندازه باشه تا آخر تهش هم همون اندازه است، اما کهف اونه که دهنش باریکه، دهنش کوچکه مثل کوزه، اما داخل که میری وسیع هست. اینها غاری نبود، کهف بود، ولی ما تو فارسی به هر دو غار میگیم. از نظر فارسی، زبان فارسی فرقی نمیکنه چه داخلش وسیع باشه چه داخلش تنگ باشه، هر دو را غار میگویم. لذا اینها داخل کهف بودند و هم فی فجوه من، اینها در یک جای فراخی بودند از همون کهف و غار. ذالک من آیات الله، الله میفرماید این از آیات الهی هست، یعنی از کمال قدرت ماست که ما چنان برای این جوانان کرامت بخشیدیم. الله میفرماید من یهد الله فهو المهتدی، هر کسی، اصل اینه که کسی که خدا او را هدایت کنه او هدایت میشه، و من یضلل، هر کسی که خدا گمراهش کنه فلن تجد له ولیا مرشدا، هرگز نمیبینی برای او حامی که او را راهنمایی کند. الله اگر ولی من شما باشه من شما را راهنمایی میکند، غیر الله نمیتونند. ما در قرآن داریم بعد از آیه کرسی الله ولی الذین آمنوا، ولی مؤمنان، حامی مؤمنان کیه؟ الله است. الله که حامی ما چیکار میکنه؟ یخرجهم من الظلمات الى النور، از تاریکی، از جهل، از کفر، از شرک خداوند بیرونشون میکنه، راهنماییشون میکنه به وسیله انبیا، به وسیله کتاب ها، به سوی نور، به سوی توحید، به سوی ایمان، به سوی بهشت. پس هر کسی که خدا گمراهش بکنه فلن تجد له ولی مرشدا، هرگز برای او حامی که او را راهنمایی بکنه شما نمیابید. علی ای حال، اینها وقتی که تو غار بودند حالات عجیبشون را الله بیان میفرماید. الله میفرماید و تحسبهم ایقاظا و هم رقود، اونها را میپنداشتی که بیدار بودند، اصلا به شکل آدمای خواب نبودند، چه برسه به شکل مرده، نه، مثل کسانی که بیدار ولی غلطیده. و تحسبهم ایقاظا، میپنداشتی اونها را بیدار هستند در حالی که و هم رقود، اونها خواب بودند. و نقلبهم ذات الیمین و ذات الشمال، اونها را ما می غلطاندیم، می گرداندیم جانب راست و جانب چپ، یعنی خداوند هر لحظه تعیین کرده بود فرشتگانی را که اینها را می غلطاندند تا اینکه بدنشون خراب نشه، لئلا تأکل التراب من اجسادهم، تا اینکه خاک جسدشون را نخوره. همیشه تو خاک باشه جسد دیگه خاک میخوره، خراب میشه. به این خاطر لحظه به لحظه فرشته مأمور بود که اینا را میغلطاند. اینا خودشون خواب بودن، خبر نداشتن. و کلبهم باسط ذراعیه بالوسید، اما سگ اونها هر دو ذراعش را، به اصطلاح دستهایش را پهن کرده بود بالوسید. وسید میگویند که ورودی را، در را، چارچوب را میگویند. اونجا چارچوبی نبود، همون ورودی غار، اونجا سگ دم غار همونطور خوابیده بود و اون هم خواب رفته بود. الله تعالی میفرماید لو اطلعت علیهم
اگر شما اونجا سرک میکشیدی میرفتی نگاهشون میکردی، اطلاع یعنی سرک کشیدن، نگاه کردن، لولیت منهم فرارا، چنان رعبی بود که پشت میدادی نسبت به اونها فرار کنان، ولملئت منهم رعبا، درونت پر میشد از اونها از نظر رعب، یعنی چنان وحشت بدنت را میگرفت فرار میکرد. خدای عزوجل یک بیم و یک رعب خاصی به اون غار داده بود، هیچ کسی جرأت نمیکرد نزدیک بره. بر اساس همین آیه ابن عباس فرمود که نروید، برای تماشای غار نروید که نمیتونید ببینید، وحشت میشه. اما قبول نکردند، مردم رفتند، تا اینکه حتی در بعضی روایت ها میاد بعضی از همین افرادی که رفتند بعد اونها را انداخت، بعضی ها از بین رفتند، بعضی زخم شدند، بعضی کشته شدند. ولملئت منهم رعبا. الله تعالی می فرماید بعد از اینکه مدت گذشت 300 سال تمام شد، ما بلندشون کردیم، بیدارشون کردیم. و کذالک بعثناهم، این چنین ما اونها را از خواب بیدار کردیم. لیتساءلوا بینهم، لام لام عاقبت و نتیجه این شد که از هم دیگه سوال میکردند، از هم دیگه میپرسیدند. قال قائل منهم کم لبستم، یک گوینده گفت که چقدر اینجا شما ماندید؟ اونا گفتند، یک گروهی گفت قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، ما اینجا ماندیم یک روزی یا نصف روز. گروه دوم گفت که این حدس و گمانها را بذارید. قالوا ربکم اعلم بما لبستم، ما نمیتونیم نظری بدیم، رب شما بهتر میدونه چقدر ماندید. ببینید درباره اینکه اصحاب کهف چند نفر بودند قرآن میگه اختلاف است، بعضی میگن 5 نفر بودن، بعضی میگن 6 نفر بودن، بعضی میگن 7 نفر بودن. میگه کسی عددشون را نمیداند الا قلیل، مگر تعداد کمی که اهل علم باشن میدونن. ابن عباس رضی الله عنهما میفرماید که من از همون قلیل هستم، من از همون کم هستم، همون که تعداد کمی میدونند علم دارم، من یکی از اونها هستم. گفتن خب پس شما میدونی چند نفر؟ گفت بله. گفتن چند نفر؟ گفت که 7 تا بودند و 8می سگشون بود. خب اما گذشته از اون سخن ابن عباس، بعضی از علماء باریک بین و ظرافت بین از همین آیه استنباط کردن چند نفر بودند. چطور؟ قال قائل منهم، گوینده گفت که کم لبستم، این چند نفر شد؟ یک نفره دیگه، نه قائل یک نفره، صیغه مفرده. قالو، گفتند، این قالو حداقل چند نفره؟ 3 نفر. این 3 نفر گفتن لبسنا یوما او بعض یوم، چون صیغه جمع اقلش 3 نفره. این 3 تا با اون یکی چند تا شد؟ 4 تا. قالو ربکم، اون گروه دیگر که اونا هم حداقل چند نفر بودن؟ 3 نفر. اونا گفتن ربکم اعلم بما لبستم، پس اون 3 و این 3 و اون 1 میشه 7 نفر. علی ای حال فبعثوا احدکم بورقکم، گفتن یکیتون را بفرستید همراه با این برگه یعنی سکه. با این سکه، چون پول دیگه نداشت، همون رئیسشون پولکی داشت، اون گفت این پول را بردارید، این سکه را بردارید، برید غذای بگیرید بیارید. بورقکم هذه الى المدینه بالشهر فلینظر، ببین هر غذای نیارید. انسان وقتی که مسیرش مسیر درستی باشد، مسیر درستی باشد، سعی میکنه من حلال بخورم، پاکیزه بخورم. متاسفانه خیلی از ما هستیم که رعایت نمی کنیم، خیلی از ما این نکات را دقت نمی کنیم، هر چی که باشه میخوری. اینا گفتن تو شهر بگردید از یک آدم مؤمن بگیرید. خب بود تک که اون زمان کسی که حلال خوار باشد، کسی که گوشت پاکی داشته باشد،
غذای پاکی داشته باشد. بعضی ها امروز خیلی بالاخره دنبال غذاهای پیشرفته هستند. جوانی تعریف میکرد، میگفت ما یک جایی رفتیم، غالبا تو کشور امارات یا کشور دیگری، اون یک رستورانی بوده که همه نوع غذا بوده اونجا. لیست را آوردند، ما دیگه همون اسمی که گفتیم تا حالا نخوردیم همون غذا را بخوریم. یک غذایی بود که ما نمیدونستیم چیه، گفتیم این غذا را بیار. گفت که تعجب کرد، گفت ببخشید شما مسلمانید؟ گفت بله. گفت اشکال نداره، این غذا غذای حرامیه. خوک بود چی بود؟ گفت نه شوخی کردیم، نمیخوایم این غذا را، بعد از اون غذای معروف هستیم. یعنی ما اصلا گاهی دقت نمی کنیم، هر غذایی باشه میگیم فقط باشه، یه چیز جدیدی باشه. اما نه، همیشه جایی که میرید سعی کنید غذای پاکی بخورید، غذای بی عیبی بخورید، غذایی که تو اون شایبه و شک نباشد. لذا اینها گفتند فابعثوا احدکم بورقکم هذه الى المدینه، این سکه را بگیر بره به شهر یکی بره، فلینظر ایها ازکا طعاما، ببینه کدوم یک از اینها طعامشون پاکیزه تر است، فلیأتکم برزق من، بیارد غذای از اون، رزقی از اون یعنی غذای از اون بخره بیارد. اما ولیتلطف، یعنی با لطافت، با زیرکی، ولا یشعرن بکم احدا، خبردار نشه نسبت به شما کسی، مردم بفهمن شما اینجا هستید، اون وقت برای ما چی میمانه؟ ما را از بین میبرند، اون وقت تمام زحمات ما ضایع میشه، به هدر میره. چرا؟ انهم ان یظهروا علیکم، این مردم اگر مطلع بشن بر شما، با خبر بشن که شما اینجا هستید، یرجموکم، شما را سنگسار میکنند. از اینجا بعضی از اهل تفسیر گفتن معلوم میشه که در دین اون پادشاه هر کسی از بت پرستی برمیگشت او را سنگسار میکردند. لذا اگر ببینند شما را سنگسار میکنند، او یعیدوکم فی ملتهم، یا اینکه شما را برمیگردانند به دین خودشون، ولن تفلحوا اذا ابدا، بعد از اون هرگز شما رستگار نمیشید. اگر دوباره به دین بت پرستی برگردید، به دین شرک برگردید، دیگر کامیابی و رستگاری را نمیبینید، برای همیشه فلاکت زده میشید، بدبخت میشید. لذا الله عزوجل میفرماید به این صورت ما مردم را مطلع کردیم که اینا اینجا هستند. قرآن نگفته، در ادامه داستان میاد که این فرد وقتی که رفت اونجا در شهر تغییراتی آمده بود، اما این از بس که رعب و وحشت بود و ترس بود زیاد متوجه نشد، یا کم و بیشی متوجه شد. این خدمت شما بگم یک نکته ای که تغییرات امروز در زمان ما یک ها آمد، در گذشته تغییرات زیاد نبود. شما مردم ما را نگاه کنید که 200 سال پیش زندگی کردند. 200 سال پیش زندگی ها با 1200 سال پیش زیاد فرقی ندارد. تو چادری بود، 4 تا گوسفند بوده، گندمی بوده، بریان میکردن، نان خشکی بوده، غذا قدیم هم همین بوده. یعنی در زمانهای قدیم زندگی های 1000 سال پیش با 1000 سال بعد زیاد تفاوت نداشته. خونه هایشون عرض کنم در ناپختگی، چادرهای زندگی، گوسفنداری و مالداری، نوع پخت و پز غذا، غذاهای اکثر خام، غذاهای بسیار معمولی. در زمان ما الله عزوجل همین 100 سال و 200 سال پیش یهو الله تعالی تغییراتی آورد، دنیا چنان عوض شد، چنان پیشرفت کرد، چنان مترقی شد که اصلا با 500 سال پیش قابل مقایسه نیست. اما 500 سال پیش را با 1500 سال پیش دیگه بکنید زیاد تفاوتی نمیبینید. لذا اینا وقتی که رفت اونجا دید
کمی به نظرش عجیب آمد. رفت خلاصه اجتهاد کرد، آخر یک مغازه‌ای که به نظر خودش اینجا آدم ظاهر و صلاح تری بود، از او غذا خواست، نان خواست، غذا هر چی که طبق اون زمان بود غذای بهش داد، پول را بهش داد. پول را که داد او تعجب که این چی پولیه، نگاه کرد گفت که این را حتما این گنج دیده، گنج پیدا کرده. اون زمان هم مثل همین زمان گنج ها متعلق به حکومت ها بود، نباید مردم استخراج میکردن. گفت که این گنج را از کجا دیدی؟ کجاست این گنج؟ گفت نه این گنج نیست، این پول ما هست خود ما. گفت نه این پول مال 300 سال پیشه، این سکه مال 300 سال پیشه. صدا زدن پلیس را، مامور را، مردم جمع شدند. خلاصه آقا را دستگیر کرد، بردم پیش پادشاه. این دیگه دلش میلرزید که کار تمام شد، اما وقتی اونجا میره همه چیز را غیر از قدیم یافت. تعجب کرد که اون پادشاه نیست، اون کاخ نیست، اون مامورین نیستن، اون افراد هیچ کدوم نیست. از او پرسیدند که پادشاه پرسید، گفت که شما این پول را از کجا آوردی؟ گفت پول مال خود ما است. گفت این پول مال زمان دقیانوسه. گفت مگه الان زمان کیه؟ گفت الان زمان دقیانوس گذشته. گفت ما در همون زمان رفتیم به غار پناه بردیم. کل ماجرا را وقتی که تعریف کرد متوجه شد که الان انسان ها اون انسان ها نیستند. پادشاه دستور داد که کتیبه ها را بیارید، چون قدیم هر اتفاقی میشد تو کتیبه می نوشتند. کتیبه های زمان دقیانوس را بیارید. اون زمان کتیبه ها را آوردند، همینطور که الان هر اتفاقی میفته شرح حال را، گزارش را تو کلانتری ها، تو پاسگاه ها می نویسند که فلان اتفاق فلان ساعت افتاد، فلان انسان تلف شد، فلان تصادف شد. لذا نوشته بودند که 7 نفر به نامهای فلان فرزندان فلان رفتند و ناپدید شدند و هرچی گشتیم پیداشون نکردیم. پادشاه گفت سبحان الله، پس شما اینهایی هستی که تو تاریخ ما هم هست و شما رفتید از دست اون پادشاه بت پرست که دینتون را حفاظت بکنید. امروز شما را مژده باد، امروز تمام حکومت بر دین شماست. چون بعداً در تحولات بعدی رومی ها حمله کرده بودند، تو تاریخ ما میخونیم که این شهر را تصرف کرده بودند و دین بت پرستی را از بین برده بودند. تمام مردم آیینشون و مذهب رسمیشون مذهب یکتاپرستی و خداپرستی بود. گفت الان همه بر دین شما هستیم، بت پرستان الان در اقلیت هستند. کجا هستند رفقای شما؟ همه شهر جمع شد و با این فرد، با این یک جوان رفتن به طرف غار. رفتن اونجا، وقتی که به غار رسیدند فرستادن اون را که رفقایش را بیاره. اون یکی رفت به دوستانش گفت دوستان خبر ندارید از دنیا، در دنیا انقلاب آمده، تغییر آمده، انسان ها عوض شدند، ما را خداوند لطف کرده، به ما را حفاظت کرده. از اون زمانی که ما اینجا خوابیدیم 300 سال گذشته، الان اثری از اون دشمنهای ما نیست، اثری از بت پرستان نیست، اثری از دقیوس یا دقیانوس نیست. الان پادشاه دیگری هست به نام بدروس هست. الان همه مردم خداپرست و یکتاپرست، مردم آمدن پایین منتظر شما هستن. اینا بالای کوه بودند، بریم پایین پیش مردم. لذا همه این اصحاب کهف آمدن پایین و اینجا با مردم ملاقات کردند، دیدار کردند. فوق العاده مردم خوشحال شدند و پادشاه ترتیبی داد، همینجا ضیافتی ترتیب داد و بعد از اون از اینها خواهش کردند که میریم اونجا شهر زندگی میکنیم. اینها گفتن نه، خانه ما همین غار هست، ما از اینجا نمیاییم. این جا را که خدای عزوجل برای ما چنین کرامتی بخشیده و در این جا را برای ما پسندیده،
ما هم از اینجا متحول نمیشیم، به جای دیگه منتقل نمیشیم. بالاخره بعد از این اینها رفتند تو غار و مردم رفتند به شهر و مردم گفتند ما همش میایم پیش شما، از خدمت شما استفاده میکنیم، فیض میبریم، شما قدیسان هستید، انسانهای مقدسی هستید، انسانهای پاکی هستید، چنین کرامتی خدا به شما داده، چنین لطفی، اولیاء الهی هستید. تا اینکه بالاخره اونها رفتن. بار دوم وقتی که میخواستن بیاند و نمیتونستن اونجا بالای کوه برن، دنبالشون فرستادند. کسانی که رفتن دیدن سبحان الله اینها الان دیگه زنده نیستند، همه اینها فوت کردند. الله تعالی موتشون را مقدر کرده بود، در همون غار خوابیده بودند، به خواب ابدی رفته بودند. پادشاه را خبر دادند، همه مردم گریه کردند، داد و فریاد کردند که خدا این نعمتها را به ما داد، چطور زود از ما گرفت. اینجا وقتی که آمدن پادشاه گفت ما اینها را جای دیگه منتقل نمی کنیم. الله عزوجل این غار را که برای اینها انتخاب کرده، همین غار را ما به عنوان قبر اینها غار را بست و گفت که ما در این کنار غار، ورودی غار، یک مسجدی درست میکنیم. بت پرستا گفتند چون که اینها از زمان ما بودند، از آیین ما بودند، گرچه بعدا مسلمان شدن، یک تا پرست شدن، حق مال ماست، اینجا معبدی درست میکنیم. اما پادشاه اجازه نداد، گفت اینها موحد بودند، اینها یک تا پرست بودند، اینجا ما مسجدی درست میکنیم که خدا را عبادت کنیم. بالاخره مسجدی درست کردن، گرچه در شریعت های گذشته مسجد را کنار قبرها درست بود که درست میکردن، اما در شریعت ما کراهت دارد. جایی که قبرستان هست اونجا بالاخره محل نماز نیست، محل دفن کردن است. بهتره که در قبرستان ها مسجد ساخته نشه و اگر مسجدی ساخته شد با فاصله طوری ساخته بشه که جلوی مسجد قبر نباشه، که این توهم ایجاد نشه که این نماز و سجده برای قبور انجام میگیره. لذا الله عزوجل به این صورت این جوانان را بیدار کرد و بعد از بیداری دوباره موت داد و موتشون ابدی شد. در اون غار استراحتشون را انجام دادند. لذا ببینید کلمات قرآن را. الله می فرماید و کذالک اعثرنا علیهم، این گونه ما مطلع ساختیم مردم را بر آنان، لیعلموا ان وعد الله حق، تا که بدانند که همانا وعده الله حق است، و تا اینکه بدانند که و ان الساعه لا ریب فیها، قیامت می آید و شکی در قیامت نیست. همونطور که این جوانان را بعد از 300 سال الله بیدار کرد، ما انسان ها را بعد از مردن هم الله بیدار میکنه. اذ یتنازعون بینهم، زمانی که آنها با هم نزاع میکردن، با هم اختلاف داشتن، خدا پرستان و بت پرستان. فقالوا ابنوا علیهم بنیانا، اذ یتنازعون بینهم امرهم، درباره امر اونها، درباره مسئله اون جوانها که چیکار بکنن. فقالوا ابنوا علیهم بنیانا، گفتم بر اون بنیان بنای درست کنید، ساختمانی، یک قبه درست کنید. ربهم اعلم بهم، رب بهتر میدونست. قال الذين غلبوا على امرهم، کسانی که بر امرشان غالب شدند، یعنی پادشاه و یکتا پرستان، گفتن لنتخذن علیهم مسجدا، حتما ما بر آنها درست میکنیم مسجدی را، اونجا مسجدی میسازیم که خدا را عبادت کنیم، نه اینکه غیر خدا را. بالاخره مسجدی ساختند، لنتخذن علیهم مسجدا نعبد الله، چنان مسجدی که خدا را عبادت کنیم، و نستبقى آثار اصحاب الكهف، بسبب ذلك المسجد، آثار اصحاب کهف را باقی بذاریم بسبب همین مسجد. ببینید نکته‌ای که خدمت شما عرض بکنم اینه که این اصحاب کهف، این که در رابطه با اینها اینقدر اختلاف وجود دارد
که یکی میگه این کهف در شرق، یکی میگه در غرب، یکی میگه در غرناطه هست، یکی میگه در اندلسه، یکی میگه در ایله هست، دیگری میگه در ترسوسه، در افسوسه. الله میدونه. تو این هم حکمتی هست، تو این هم حکمتی هست. بسیاری از قبور معلوم نباشند بهتره، مجهول باشند، چون مردم متاسفانه حد و مرز محبت را نمیدونند و میروند عبادت میکنند به غیر از قبر رسول الله صلی الله علیه وسلم. قبور بقیه انبیا زیاد مشخص نیست، به صورت ظنی و احتمالی میگه اینجاست، یا خیلی از بزرگان مثل قبر سیدنا علی مشخص نیست. یک گروه میگه در نجف است، یک گروه میگه در مزار شریف افغانستان است، یک گروه میگه در جای دیگه هست. بالاخره خیلی از قبور همینطور نامعلوم هستند، مشخص نیستند. لذا بعضی از تفسیرها دیدم که نوشته الله عزوجل آثار این مسجد و آثار این غار را اصلا از بین برده، هیچ که نمیدونه کجاست. حکمت تو همینه که مردم نروند اونجا، اینهایی که به خاطر توحید رفتند، مردم نروند اونجا دعا و نیایش و سجده و عبادت نکنند. علی ای حال الله میفرماید سیقولون ثلاثه، مردم با هم اختلاف دارن. این در زمان رسول الله است. یهودی ها بقیه ان قریب میگوین 3 نفر بودند، اونها رابعهم کلبهم، چهارمیشون سگشون. و یقولون 5، بعضی میگویند که 5 تا بودند، سادسهم کلبهم، ششمینشون سگشون هست. رجما بالغیب، این رجما بالغیب متعلق به هر دو است، یعنی یک تخمین غایبانه میزنند، سنگی میاندازند همینطور در تاریکی. منظور اینه که بدون تحقیق. معلوم میشه این دو قول درست نیستن که اینا رو قرآن خودش گفته رجما بالغیب. این که بعضی میگن 3 تا هستن چهارمی سگه، یا 5 تا هستن ششمی سگه، این هر دو قول رجما بالغیب است. اما و یقولون 7 و 8 کلبهم، این اشاره دیگر که این 7 درسته. اینجا رجما بالغیب نگفته، نه. بعضی میگه 7 نفر هستند، 8میشون سگشون هست. الله میفرماید قل ربی اعلم بعدتهم، بگو رب من بهتر میداند تعداد اونها را چند نفر بودند. ما یعلمهم الا قلیل، نمیداند عدد اونها را مگر قلیل میداند، تعداد کمی از علما میدونند. این تعداد کم عبدالله ابن عباس، عبدالله ابن مسعود جز همینها هستند که عددشون را میدانستند. فلا تمار فیهم الا مراء ظاهرا، اما الله عزوجل به پیامبرش توصیه میکنه که در این نوع بحث ها که چند تا هستند، چگونه هستند، وقتتون را ضایع نکنید. بعضی از بحث ها واقعا بحث های پوچی هستند. بعضی از مردم مباحثه میکنند تو مباحثی که اصلا این مباحث جز مباحث اعتقادی نیست، مباحث اصلی نیست، مباحث فرعی هست. وقت را ضایع میکنند، میرن هر یکی 3 شب کتاب مطالعه میکنن پیرامون فلان مسئله که مستحب یا مستحب نیست. لذا ما باید دنبال مباحث اصلی، ایمانی، اعتقادی، مباحثی که مدار نجات ما بر اونهاست، نه مباحث فرعی و جزئی. لذا الله میفرماید فلا تمار فیهم، فلا تمار یعنی فلا تجادل، در اینها جدال نکن، درگیر نشو، الا مراء ظاهر، مگر یک بحث ظاهری، فقط همون نظرت را بگو. ولا تستفت فیهم منهم احدا، و همچنین درباره این جوانان استفتا نکن، سوال نکن از یهودی ها، از هیچ کسی. اینا علمشون همهش دروغه، همهش بر اساس ظن و گمان، تخمین و حد و اندازه بیجاست. ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلك غدا، در وسط خداوند جمله معترضه تذکری هست برای رسول الله صلی الله علیه و سلم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم
وقتی که از ایشون سوال کردن در رابطه با اصحاب کهف و روح و ذوالقرنین، گفت که فردا جواب میدم، بدونی که انشاءالله بگه فردا من این کار را میکنم. الله عزوجل از این جمله راضی نشد که فردا جواب میدم بدون اینکه انشاءالله بگوید. خداوند عزوجل فردا برایش وحی نفرستاد، پس فردا هم نفرستاد، روز سوم هم نفرستاد، تا 15 روز بر رسول الله وحی نیامد. خیلی رسول الله ناراحت شد، خیلی سنگین شد، مشرکین هم خندیدند، اما بعداً وحی آمد. علت را هم الله تعالی بیان فرمود: ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلك غدا، هرگز نگو به هیچ چیزی که من این کار را فردا انجام میدهم. انی فاعل ذلك غدا، من انجام دهنده این کار هستم فردا. الا ان یشاء الله، مگر اینکه خدا بخواهد. یعنی انشاءالله بگو، بدون انشاءالله نگو. واذکر ربک اذا نسیت، یاد کن ربت را هرگاه فراموش کردی. اگر فراموش کردی از روی فراموشی بود، بعداً که بیادت آمد بگو انشاءالله. وقل عسى ان یهدینی ربی لاقرب من هذا رشدا، بگو که نزدیک هست که مرا راهنمایی بکند رب من لاقرب من هذا رشدا، نزدیکتر از این، یعنی به چیزهای بهتری از نظر راهنمایی. رشد هدایت، راهنمایی، یعنی خدای عزوجل مرا بهتر راهنمایی بکنه، نه تنها بحث اصحاب کهف، چیزهای دیگه هم هست. لذا الله تعالی الان در این آیه مقدار موندنشون را بیان می‌فرماید، چون یک سوالشون این که چقدر ماندند. الله می‌فرماید ولبثوا فی کهفهم، آنها ماندند در غارشان 300 سنین، 300 سال. وازدادوا 9 و 9 تا را اضافه کردند. و 9 تا را اضافه کردند یعنی چه؟ ببینید 300 سال ماندند، 9 تا را بر 300 اضافه کردند. اگر قرار خداوند بفرماید 300 سال، میفرمود 300 سنین. اگر قرار است که بفرماید 309 تا، میفرمودن 309 سنین، 309 سنین، یعنی 309 سال، 309. اما چرا الله تعالی فرمود 300 سنین وازدادوا 9؟ علما نوشتند که این جمله بسیار عالمانه هست، در واقع جواب شبهه هست. اگر خداوند میفرمود 300 سال، خب اونها اگر با قمری حساب میکردند، چون هر 30 سال 1 سال اضافه میشه، میگفتن نه 309 سال بوده. اگر میگفتن 309 سال، اونها میگفتن چی؟ 300 سال. لذا الله عزوجل طوری بیان فرمودند که دخل مقدر بشه، هیچ اشکالی پیش نیاد. خداوند فرمود 300 سال، یعنی از حساب شمسی، و اگر از حساب قمری بگیم وازدادوا 9، 9 تا دیگر را اضافه کردن با توجه به حساب قمری که میشه 309 سال. قل الله اعلم بما لبثوا، بگو هر چقدر ماندن الله بهتر میداند چقدر ماندند، خدا بهتر میداند، چون اونها غیر از این سنوات دیگری را میگفتند، سالهای دیگری را اگر میگفتند، الله تعالی میفرماید که ای پیامبر به اونها بگو خدا بهتر میدونه چقدر ماندن. وقتی خدا میگه 309 سال، شما نمیدونی، خدا میدونه. حرف خدا درسته، حرف شما نادرسته. قل الله اعلم بما لبثوا له غیب السماوات والارض، این دلیل اعلمو هست، فقط و فقط برای الله است غیب آسمان ها و زمین.
الله از همه مغیبات میداند. ابصر به و اسمع، چقدر این ذات بیناست و چقدر شنواست. الله عزوجل همه چیز را میبیند، همه چیز را میشنود. ما لهم من دونه من ولی، بغیر از الله هیچ کسی برای اونها حامی نمیتونه باشه. ما لهم نیست برای انسانها، غیر از الله هیچ حامی، هیچ ناصری. ولا یشرک فی حکمه احدا، و با خدا در حکم خدا هیچ کسی شریک نیست. هیچ کسی در حکم خدا شریک نیست. یعنی چه؟ بعضی گفتن که مراد از حکم علم غیب هست، چون بحث له غیب السماوات شما خواندید. در این علم غیب هیچ کسی شریک خدا نیست. خدا یگانه هست در علم غیب، عالم الغیب فقط خدا هست. حتی رسول الله نمیداند. به رسول الله خدا میگه ای پیامبر من تو بگو ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر و ما مسنی السوء، اگر من غیب میدانستم من خیلی از خیر برای خودم جمع میکردم و هیچ آسیبی به من نمیرسید، ولی کل من ضرر دارم میکنم چون غیب نمیدانم. اگر غیب میدانستم مثلا عرض میکنم در جنگ احد از پشت ضربه نمیخوردم، تیراندازان از پشت حمله نمیکردن، جلوی اون کوه را میگرفتم، ولی غیب نمیدانم. اگر غیب میدانستم بهتری یاران خودم را به دست منافقین نمیدادم که اونا گفتم ما میبریم ما را درس بدن، 70 نفر را بردن شهید کردن. اگر غیب میدانستم این همه مشکلات و تحولات برای ما نمی آمد. ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر. لذا ولا یشرک فی حکمه احدا، یعنی لا یشرک فی علم غیبه احدا، در علم غیب با خدای عزوجل هیچ کسی شریک نیست. و بعضی گفتن ولا یشرک فی حکمه یعنی ولا یشرک فی قضائه، در داوری خدا، در فیصله خدا هیچ کسی با خدا شریک نیست. خب این تا اینجا بحث اصحاب کهف بود، داستان اصحاب کهف بود که الله تعالی بیان فرمود. این داستان تمام شد و بعد از اون الله تعالی مطالب بسیار زیبا و مطالب آموزنده و نغز دیگری را بیان می‌فرماید که انشاءالله ما در درس‌های بعدی می‌خوانیم. اما خلاصه می‌خوام عرض بکنم، ببینید عزیزان، برداشتی که ما می‌داریم اولیاء خدا اونهایی هستند که خدا بهشون کرامت می‌بخشه، مثل اینها. ببینید اولیاء خدا نه قدرت داشتند نه علم غیب داشتند. قدرت نداشتند، میترسیدند، میگفتن اگر شما را دستگیر بکنند سنگسارتون میکنه. خبر ندارن از خداوند از بالا برایشون فیصله خیر کرده. معلوم میشه که ولی هستند ولی تصرف اولیاء نداره، خداوند داره. و بعد علم غیب هم ندارند، خبر ندارن که در این زمانی که ما خوابیدیم این همه تحولات آمده. لذا اصل این خداوند این داستانها را، این مسائل را بیان می‌فرماید. خداوند در اینها برای من نکات آموزنده‌ای بیان فرموده که باید از این نکات آموزنده ما باورهایمون را، اعتقادمون را، ایمان خودمون را اصلاح بکنیم. و همچنین داستان غار اصحاب کهف یک نمونه ای هست برای غاری که رسول الله صلی الله علیه وسلم داشتن. همان گونه که اونها را خداوند در غار حفاظت کرد، رسول الله را هم الله در غار حفاظت کرد. مشرکین آمدن بر لب غار قرار گرفتند. ابوبکر صدیق میگوید اونها را خدای تعالی چشمایشون را به جاهای دیگه خیره کرد، ما از پایین اونها را میدیدیم، اونها همین که به پایین نگاه میکردن ما را میدیدن، ولی خدا توفیق نداد. این طرف نگاه کن، اون طرف نگاه کن، پایین را نگاه نکردند. خداوند رسول الله را همچنین در غار حفاظت کرد. لذا این هم یکی از معجزات و یکی از کرامت هاست. صدق الله مولانا العظیم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن.
اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين المهديين. پروردگارا ایمان کامل به ما نصیب بفرما، ایمان و اعتقادی مطابق با قرآن به ما نصیب بفرما، تقوا و خدا ترسی به ما نصیب بفرما. پروردگارا تک تک این آیات را برای ما موعظه بگردان، برای ما درس بگردان، ما را درس بده، به ما تفهیم بفرما، به ما درک بده. یا الله ما را از مثل بسیاری از بندگان که سمم بکمون رد میشند از این آیات را نمیفهمند، آیات را میخوانند اما عقیدهشون عقیده شرکیه، آیات را میخوانند اما هنوز خدایشون را خوب نمیشناسند. مولا ما را از اونها نگردان، به ما درک صحیح، فهم صحیح و ایمان به این آیات نصیب بفرما و توفیق عمل نصیب بفرما. یا رب اعمال ما را اصلاح بفرما، اعمال ما را درست بفرما، توفیقات ما را روز افزون بفرما. پروردگار ما را برای طاعت و بندگی توفیق بیشتر نصیب بگردان، اخلاص نصیب بفرما، للهیت نصیب بفرما، مغفرت بفرما، ما را ببخش ما را یا الله و مشکلات ما را و مشکلات همه عزیزان ما را حل بفرما. مریضان را عافیت بده، زندانیان را آزادی نصیب بفرما. پروردگارا بی اولادان را اولاد بده، ورشکستگان حالشون را درست بکن، تمام غم دیدگان و تمام مصیبت زدگان را حالشون را اصلاح بفرما. خاتمه ما را با ایمان بگردان و آخرت ما را آباد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا رحمن.